ماینکرافت، ولی دو تا آموزش خفن. اولیش این چشمی که بالا می‌بینید اینه، جلو و عقب خودتون رو ببینید، نیاز نباشه برید تو تنظیمات هی در بیاد، فقط لازم نقطه بزنید گزینه ستینگ، بعدش برید پایین گزینه تاچ رو انتخاب کنید، بازم برید پایین تا به شوب گرا دقیق نمیدونم چیه رو فعال کنید و راحت میتونید جلو و پشت سرتون بازدن چشم ببینید. دومین آموزش مختصاتی که خیلی کاربردیه برای همه ماینکرافت پلیرها. باید برید تو بخش تنظیمات، بخش گیم، برید پایین گزینه شوب کار دنس رو فعال کنید. حالا شاید بگید کاربرد مختصات چیه؟ شما خیلی کاربردها داره، کلی بخوام بگم چند تاشو پین میکنم. لایک و سابسکرایب کن.